سلام و درود دوستان. روزی 10 سپتامبر در ابودابی در لیگ UAE وایرز ورزشگری تاجیک عبدالله خوجایف بر ضد ورزشگری آذربایجانی توران احمدوف مبارزه خواهد کرد. عبدالله خوجایف در حال حاضر در ایران زندگی میکنه. در اونجا خودش باشگاه داره، زال داره، هم بچه‌ها را مشق می‌ده و هم خودش تمرین میکنه، مشق میکنه. ورزشگری آذربایجانی 7 مبارزه داره، 5 برد و 2 باخت. عبدالله خوجایف هم 7 مبارزه داره، 6 برد و 1 باخت. ولی تجربه عبدالله خوجایف فکر میکنم زیادتر است، چون که عبدالله خوجایف قهرمان ایران در طرز گشتینی طرز آزاد بود، هم قهرمان ایران در رشته تکواندو و چند کرات قهرمان تاجیکستان در رشته تکواندو بود. خیلی در پارتر هم در راستا جنگ کردن هم تجربهش خیلی خوبه، خیلی خوبه. فکر میکنم که در این مبارزه بر ضد ورزشگری آذربایجانی توران احمدوف عبدالله خوجایف ورزشگری تاجیکستانی برتری زیاد دارد. دوستان، عبدالله خوجایف رو در کامنت ها دستگیری کنید، در کانال من ابونه شوید. این کانال رو من امروز باز کردم، اسم کانال مشتی تاجیکی. فقط فکر میکنم که فقط با شما من موفق میشم. اگر شما در کانال من ابونه شوید، زنگولچه را زیر کنید، پیسندک را زیر کنید، کامنت نویسید، ان شاء الله که منم با شما خبرهای جالبی، خبرهای ورزشی جالبی تاجیکستان، افغانستان، ایران رو با شما پیشکش میکنم. دوستان ابونه شوید. مشتی تاجیکی در پناه خدا.